سلام، علی هستم. به مینی جلسه ششم خوش اومدید. این قسمت میخوایم مینی کیبورد معرفی کنیم. مینی کیبورد چیه؟ همون که کلمش میگه، یک کیبورد خیلی کوچیک که تاچ پد هم روش هست. این دکمه‌هاشه، میتونید کامل ببینید. این قسمت هم تاچ پدشه که مثل همون تاچ پد لپتاپ کار میکنه. البته دکمه‌های کلیک هم این قسمت تعبیه شده. تاچ یه انگشتی، دو انگشتی و سه انگشتی هست. اینم بگم که این مینی کیبورد با اینکه دکمه‌اش نرم و خیلی خوبه، ولی واسه تایپ کردن و کد نویسی به درد نمیخوره. برای راه اندازی خیلی خوبه یا بازی کردن. میتونید به اسمارت فونتون، اگه اوتیجی داره، به تبلت یا لپتاپ یا اسمارت تیوی وصل کنید و هم با موسش کار کنید هم با کیبوردش. بعد این چه جوری کار میکنه؟ درایور داره ولی درایورش زیاد نیازی نیست. بس با سه تا سیستم عامل هم کار میکنه. بعد مستقیم وصل کار میکنه، نیازی به درایور نیست، ولی درایور هم گوشه واسه مواقع ضروری. بریم پشتش ببینیم چه خبره. این پشتشه با باتری BL5C واسه گوشه قدیمی بود کار میکنم. البته میتونید اینو بردارید باتری عادی، دوتا باتری معمولی AA بذارید. از اینجا شارژ میشه، از این قسمت شارژرش همراهش هست، باتری هم همراهش هست. این قسمت هم دکمه آن آفشه. این خیلی چیز خوب و رادستیه اگه فقط بخواید یه سیستمی رو راه اندازی کنید یا ریموت کانفیگش کنید که ریموت بتونید بهش وصلید. حالا تو رسپبری توضیح میدیم. قسمت آینده که خواستیم رسپبری رو راه اندازی کنیم توضیح میدیم که چجوریه. این هم ریسیورشه که داخل خودش اینو در بیاریم. این ریسیورشه که وصل میشه. همین. من بازاریاب این نیستم، فقط خودم گرفتم ازش لذت بردم، گفتم به شما معرفی کنم. خیلی چیز خوبیه. بعد اگر 72 تومن بود، من 48 تومن خریدم در تاریخ 8 دی از ika.ir. توی جمهوری از خیلی جای خوبیه. فروشندش یا حالا صاحب سایتش خیلی آدم مؤدب متشخص. اگه خواستید خرید کنید اونجا بخرید. چیزای دیگه هم داره. تا جلسه آینده، خداحافظ.